در روزگاری که جهان از نام هخامنشیان می لرزید، پادشاهی بر تخت نشسته بود که باور داشت هیچ دستی بالاتر از دست او نیست. روزی پیرمردی ناشناس وارد کاخ شد. نه زر داشت، نه سپاه. او تنها یک حلقه آهنی در دست داشت و گفت: ای پادشاه، این حلقه خطرناکتر از شمشیر است. پادشاه خندید. قدرت گوشهایش را بسته بود. سالها گذشت. غرور حلقه شد و حلقه زنجیر. نه دشمن او را شکست داد، نه شمشیر. قدرت وقتی خطرناک می شود که دیگر حرف حق را نشنود.